دهانت را پوش. این درد تو دوا ندارد. استخوان به مغز و گوشت رفته است. علاجی کشیده گرفتن نیست. ای گرگ، چرا ناله میکنی؟ بگلویم استخوان در آمد. طبیب هیچ کار کردن نتوانست. گفت که درد من بدوا نابود میشوم. کنی دهانت رو کشو؟ پدر من هم طبیب بود. من این هنر رو از او کمی یاد گرفته بودم. دوستی عزیز، اگر تو مرا از این درد خلاص کنی هرچی که خواهی میکنم. دهانت رو نپوشی. ای گرگ ایست. آخر به وعدت وفا کن گرگ. تو کلت را به گلوی منطق کنده صحت سلامت بیرون کردی. مگر این وفا نیست؟ من میتوانستم تو را خورم. حاضر باشد گم شو از نظرم و دیگر وا نخور که خورده میمانم. لک لک به گرگ با نفرت نگاه کرد و اما چیزی نگفت. وای بعد این به خلاصه آمد که به این خیل دردمندان کورنمک یاری رساندن کاری خطا است.